سلام، خوبین شما بچه ها؟ هرچه هستین امیدوارم حالتون خوب باشه. من محسن رجبی بند هستم و دارم بعد از 1 سال توی فضای مجازی دوباره فعالیت میکنم. این اولین پست من در یوتیوب در 1 سال گذشته، شاید هم بیشتر. من 1 ساله که به آمریکا مهاجرت کردم، تقریبا دقیقا الان 1 ساله که من امریکام. خیلی شرایط عجیب غریبه. یکی از چالش‌های بزرگ من هم یادگیری زبان انگلیسی بود، چون من وقتی اومدم امریکا هیچی بلد نبودم، هیچی. یعنی در حد های how are you that's it am is are کجا به کار ببرم، فقط در همین حد. توانایی مکالمه رو نداشتم. حالا فکر کن توی آمریکا که یک اکسنت، یک لهجه خیلی غلیظی دارن، خیلی با سرعت حرف میزنن، خیلی 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 چالش سختی بود. حالا تو فکر کن زبان بلد نیستی، میخوای شغلم پیدا بکنی، کار بکنی. ببینی الان من سر کارم، من الان توی امریکا کشیرم. کشیر میشه صندوقدار. مثلا توی ایران توی جامبو و کوروش که میری، اون کسی که پشت سیستم حساب میکنه بهش میگن کشیر، میشه صندوقدار. و این خیلی چالش بزرگی بود برای من که بخوام انگلیسی رو یاد بگیرم، ولی خب چاره‌ای نداشتم. تو محیط قرار گرفتم و من مجبورم که انگلیسی رو یاد بگیرم. امروز اومدم بهتون بگم که نمیخوام در مورد زندگیم الان حرف بزنم، بعداً یه پستی در این مورد میذارم. من فقط اومدم بگم چه چنل هایی و چه چیزهایی بهم کمک کرد که سطح زبانم بره بالاتر، که بتونم با آدم‌ها ارتباط برقرار بکنم. و چون من معلمی نداشتم و مجبور بودم که خودم تک و تنها این زبان انگلیسی رو، اونم با اکسنت امریکایی وسط قلب تگزاس تو شهر آستین یاد بگیرم. و میخوام بهتون بگم که چه کارایی کردم. برو بریم. زمانی که من یادگیری زبان انگلیسی رو خواستم شروع بکنم، تنها آپشنی که داشتم یوتیوب بود و یوتیوب به نظر من مثل دانشگاه میمونه و خیلی کمکم کرد. برای شروع من خب اول باید یه خورده گرامر رو یاد میگرفتم. have, has, had، حال استمراری، گذشته و آینده. تمرکزم گذاشتم رو همین سه تا. در وهله اول گذاشتم روی حال استمراری، چیزی که در حالت عادی داره اتفاق میفته در حال. و اینم بهتون بگم، من الان نمیخوام به شما یاد بدم زبان رو، فقط میخوام چالش خودم رو بگم که چجوری تونستم سطح زبانم رو چند پله بیارم بالا بعد از 1 سال. یه چند تا پیج هست، من توی یه چنل هست توی یوتیوب، من میخوام اونا رو بهتون بگم که به من کمک کرده. اولیش یک پیجیه که من عکسش رو میذارم الان که شما بتونید ببینید دارم در مورد چه چنلی حرف میزنم. یه آقای ایرانیه و اومده انیمیشن های انگلیسی رو به فارسی همزمان ترجمه کرده و در موردش توضیح داده. این خیلی به من کمک کرده و من تقریبا 3 ماه اول رو با همین طی می‌کردم. مثلا هر قسمت از اون ویدیو رو شاید مثلا 10 بار 20 بار می‌دیدم و همزمان همراه اون ویدیو تکرار می‌کردم. یه خورده که سطحم رفت بالاتر، شروع کردم به رفتن به سمت ویدیوهای انگلیسی زبان بدون ترجمه. چیکار کردم؟ عین همین ویدیوهایی که این آقای عزیز ایرانی ترجمه کرده رو این چنلش هست و براتون میذارم. این چنل خارجیشه و من شروع کردم گوش دادن به اینا. اوایل خیلی برام سخت بود چون عادت داشتم به اینکه یه نفر ترجمه بکنه برام، ولی چیکار کردم؟ هی استاپ میزدم، اون جمله‌ای که حالا اون دو شخص، اون کانورسیشن، اون مکالمه‌ای که با هم داشتن رو تکرار میکردم و با کلماتی که لابلای اون بود خودم جمله میساختم، حتی به اشتباه. بعد از 6 ماه سطح زبانم خیلی بهتر شد. شروع کردم به گوش دادن پادکست، مکالمه‌های جدی‌تر در سطح بالاتر. اوایلش باز هم نمیفهمیدم داستان چیه، چون خیلی سریع‌تر حرف می‌زدن، خیلی اکسنت غلیظی داشتن و برای من خیلی چالش سختی بود، ولی همونم گوش میدادم ببینم چه چیزهایی رو اون وسط من میفهمم. هر چیزی که نمیفهمیدم رو بعد از چند بار گوش دادن و برام جالب بود میرفتم توی ترنسلیت سرچ مینوشتم تا معنیش رو بفهمم و بعد دوباره برمیگشتم و دوباره از اول گوش میدادم. حالا اون کلمه دیگه میرفت تو ناخودآگاه ذهن من و میفهمیدم داستان چیه. یکی از کارهایی که من پیشنهاد میدم
برای کسایی که میخوان فقط انگلیسی رو یاد بگیرن برای حرف زدن، ارتباط برقرار کردن، نه اونایی که میخوان برن دانشگاه تو کشور انگلیسی زبان یا هر زبان دیگه‌ای. برای اونایی که فقط میخوان انگلیسی رو یاد بگیرن و حرف بزنن و کارشون را بیفته، قطعاً گرامر خیلی به دردتون نمیخوره و شما باید یاد بگیرین که چطوری حرف بزنین. مثل ما زمانی که فارسی حرف میزنیم ولی خیلی وقتا اصلا قواعد فارسی رو بلد نیستیم. مثال میزنم، تو وقتی میخوای بگی من دوستت دارم به فارسی میگی من دوستت دارم، یا میتونی بگی دوستت دارم، یا میتونی بگی دوستت دارم من. میبینی هیچ قاعده ای نداره و تو زبان انگلیسی هم خیلی وقتا این شکلیه و طرف مقابل مخصوصا تو امریکا، من حالا کشور دیگر نمیدونم زندگی نکردم، ولی تو امریکا یه خوبی که داره مردم مسخرتون نمیکنن و فقط کافی منظورتون رو برسونین به طرف و دفعه بعد که خواستی با اون طرف حرف بزنی، با یه شخص دیگه حرف بزنی، دیگه این دفعه ایرادت یه درجه کمتر میشه و همینطوری و همینطوری و همینطوری رشد میکنی. یادگیری زبان مثل لاغر کردنه، مثل چربی سوزیه. توی 6 ماه اول ممکنه هیچ اتفاق خاصی نیفته و شما کسی متوجه نشه که چقدر تغییر کردی، ولی بعد از 6 ماه شما یواش یواش اون تغییرها رو میفهمی و قشنگ حس میکنی داری بهتر میشی، یواش یواش گوشت تیز میشه. چیزی که خیلی مهمه توی یادگیری زبان گوشه. خب یعنی شما باید اول بفهمی طرف چی داره میگه. خب شاید در اوایل از مثلا 20 تا کلمه‌ای که میگه 10 تاش هم نفهمی، ولی اون 10 تایی که میفهمی باعث میشه که تو اصلا بفهمی طرف چی داره میگه. این خودش کفایت میکنه، نباید بترسی و شروع میکنی با طرف حرف زدن. اونم میدونه که تو نیتیو نیستی، اونم میدونه که تو اهل اینجا نیستی و داری تلاشت میکنی که زبانو یاد بگیری و از این بابت طرف خیلی حالم میکنه، خوشش هم میاد. خب یعنی اصلا مسخرت نمیکنه، اذیتت هم نمیکنه، ولی خب تو باید این جسارت و پررو بودن رو داشته باشی که با طرف مکالمه داشته باشی. و حالا میخوام به ترتیب بگم. اول که اون پیجی که گفتم اون آقای ایرانیه، میشینی اونا رو گوش میدی و بارها، و وقتی میگم بارها و بارها ممکنه در طول روز 5 ساعت 6 ساعت بشه. تو نمیتونی زبان رو تو این 20 دقیقه نیم ساعت یاد بگیری. داستانت با من فرق داره. من دارم توی کشور انگلیسی زبان تو امریکا زندگی میکنم و من مجبورم که انگلیسی یاد بگیرم. حالا اون کسی که داره تو ایران زندگی میکنه میخواد زبان رو یاد بگیره، اون در طول روز با آدمای انگلیسی صحبت نمیکنه. میدونی چی میگم؟ اون نیازش نیست و این خیلی به مراتب سخت‌تره برای منی که دارم تو امریکا زندگی میکنم. من سختی‌های خودم رو دارم، چون من مجبورم زبان یاد بگیرم، چون باید کار کنم، با آدم‌ها ارتباط برقرار کنم، پول در بیارم، دارم زندگی میکنم تو این کشور و یه خورده داستانش با من فرق داره. پس اول من میگم نمیخوام اینجا ویدیو آموزشی زبان بذارم. اول شما این پیجی که بهتون گفتم الان دوباره عکسشو میذارم رو شروع کنین گوش دادن. این آقا کمکتون میکنه و کلمه و کلمه و کلمه و کلمه همینطوری میرین جلو. جمله‌ای خیلی ساده، سطح زبان در حد لول 1 نه بیشتر. این پیج خیلی کمکتون میکنه، این چنل. و چنل دومم که الان دوباره عکسش رو میذارم، اینم خیلی خیلی کمکتون میکنه برای اینکه دیگه فارسی نیست و شما فقط مجبوری که انگلیسیشو ببینی، ولی سطح زبان در همون حد لول 1 و این باعث میشه که شما اعتماد به نفستون بره بالاتر. ولی باید دائما در طول روز این پلی باشه. توی ماشینی، توی خونه‌ای، به جای اینکه موزیک پلی کنی، به جای اینکه توی اینستاگرام بچرخی اکسپلور گردی بکنی، اینو پلی بکن انگلیسیه رو و کارتو برس. این بذار این پس زمینه زندگیت باشه. یه وقتایی روش فوکوس بکن، تمرکز کن روی این زبانه و بفهمی داره چی میگه. یه وقتایی هم نیاز نیست این کارو بکنی، فقط بذار بک‌گراندت پخش بشه. برای من خیلی وقتا پیش اومده که یه وقتایی من دارم یه پادکست رو گوش میدم، اصلا حواسم به اون پادکست نیست، ولی مثلا یه جمله تو اون میگه، من 3 روز بعد در یک دیالوگی با یک شخصی که دارم با این طرف صحبت میکنم از اون استفاده میکنم. بعدا میفهمم من اونو اونجا گوش داده بودم، با اینکه روش تمرکز نداشتم ولی رفت توی ناخودآگاه من و من دیگه رفته تو ذهنم و این باعث شده که دیگه انگلیسی فکر کنی. متوجه شدی؟ یکی از کارهایی که نباید بکنین اینه که به هیچ عنوان زمانی که میخوای صحبت بکنی، اوایل خیلی سخته، زمانی که میخوای صحبت بکنی فارسی فکر نکن، هی سعی نکن تو ذهنت اینو ترنسلیت کنی. حالا اگر اینو گفتی آن، هزو گفتی had، نمیدونم هوا گفتی هز، یه دفعه اول این اتفاقا پیش میاد، اصلا مهم نیست چون طرف مقابل میفهمه تو داری چی میگی.
متوجه منظورم میشی؟ نیازت خودتو اذیت کنی. فکر نکن حتما باید سطح زبان رو در حد با کیفیت از نظر گرامر ببری بالا تا بتونی با آدمو صحبت بکنی. نه اینطوری نیست. و میگم در سطح دانشگاهی داستان خیلی متفاوته، ولی در سطح اینکه تو میخوای توی کشوری زندگی بکنی یا بفهمی که یه فیلم انگلیسی نگاه میکنی میخوای بفهمی که طرف داره چی داره بهت میگه، این بهترین راهه. پس اول اون پیج رو یه بار دیگه اول اون پیج رو دنبال میکنی، چنل رو که الان دوباره عکسشو میذارم. دو، بعدش این چنل رو دنبال میکنی که دیگه ترجمه نداره، خودت وظیفته و خودت مجبور میشی که بری ترجمه کنی اگر نیاز به ترجمه داشتی، و هر کدوم از اینا رو هر کدوم باید برای 3 ماه 4 ماه 5 ماه وقت بذاری و بری مرحله بعدی. هیچ عجله‌ای نکن. تو شاید تو 6 ماه اول تا 1 سال اول اتفاق خاصی نیفته، 5 پله یا 6 پله بری بالا، بعد از 1 سال یه دفعه میبینی شدی پله 20م، پله 30م و همینطوری داری میری جلوتر و میتونی با آدم‌ها به راحتی ارتباط برقرار بکنی. و امیدوارم که مفید بوده باشه. من خیلی خواستم صمیمی حرف بزنم. خودتو اذیت نکن و به خودت زمان بده تا بتونی نم کارت رو پیش ببری و امیدوارم که بتونی سطح زبانت رو به اون حدی که میخوای برسونی. خیلی مخلصم، خیلی چاکریم. ان شاءالله بعداً پستای خیلی باحالتری میذارم و امیدوارم که خوشتون بیاد. میبینید که همین الان من سر کارم و تایم خلوتیه و من گفتم که بیام این موضوع رو باهاتون در میون بذارم، شاید به درد 10 نفر بخوره، همون قدم کافیه. امیدوارم که هر جا هستین موفق باشین. خیلی مخلصم. خداحافظ.